توجیکستان امامعلی رحمان روز 31 آگوست در قصر ملت به مناسبت جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری به 88 نفر رهبران حکومت قانونگذار و اجراییه، سابق رهبران پارلمان و اعضای حکومت مدال‌های جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده. دو نفر را با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان سرفراز گرداند. در بین آنهایی که سزاوار مدال و عنوان شدند، رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی رستم امامعلی، سروزیر قاهر رسولزاده و دیگر اعضای حکومت از جمله وزیر تندرستی جمال‌الدین عبدالله‌زاده، سردار خدمات علاقه بیگ صبور، رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نوردین سعید، یاردمچی پرزیدنت در مسائل کادری اسدالله رحمان، سخنگوی پرزیدنت عبدالفتاح شریفزاده، سابق شهردار دوشنبه و سابق رئیس مجلس ملی محمد سعید عبیداللهیف، رئیس سابق مجلس نمایندگان سعیدالله خیراللهیف، معاونهای سابق رئیس پارلمان امیرشاه میرعلیف، قاضی دولت قائمدادوف و عبدالمجید دوستیف، وزیر سابق کارهای خارجی طلبک نظرف و امراخان ظریفی، وزیر سابق مالیه سفرعلی نجم‌الدینوف نیز بودند. همین طور امامعلی رحمان، عالم شناخته اکادمیک اکبر ترسون، شاعران و ادیبان معروف از جمله مهمان بختی، اسکر حکیم، کرامت الله میرزایف را قدردانی کرده است.